سلام، من مهلام. به یک قسمت دیگه از این برنامه با من خیلی خوش اومدین. توی این سری از سریالایی که ما میخوایم براتون بسازیم، من و صالح داداشم قراره براتون یه سری از داستانهای ردیت رو ادیت و برنامه‌ریزی و فیلمگیری کنیم. فیلمگیری؟ حاجی فیلمگیری؟ قراره براتون فیلم بگیریم. ردیت های خارجی به زبان انگلیسی رو ترجمه کردیم و میخوایم داستانهای جوسی و گاسیپی که این غربیا، فرهنگ غربیا میگیرن و بیایم برای شما به صورت فارسی تعریف کنیم. یه سریاشو خیلی زاین آجی، خیلی. خودم معرفی نکردم. من مهلام، مخلصتونم. صالح پشت صحنه است. داستان ادیت و فیلم برداری با بچه است. خب اگر بخوام از داستان اول شروع کنیم براتون، این داستانی که براتون برداشتم من خودم تا حالا نخوندمش، یه ریاکشن کاملا جدیده به این داستان و صالح هم نمیدونش. قراره صالح هم یک عالمه جاج کنه اینا رو. غیبت توپله انگاری. با نام و یاد خداوند متعال شروع میکنیم. من واقعا نیاز به یک دیدگاه بیرونی دارم چون احساس میکنم دارم دیوونه میشم. من 27 ساله مرد قصد داشتم از دوست دخترم که فرض کنیم اسمش ساراست، 25 سالشه و زنه، خواستگاری کنم. 5 ساله با هم دوست هستیم و فکر میکردم داریم با هم دیگه آیندهمون رو میسازیم. حدود 2 ماه پیش یه حس درونی باعث شد گوشیشو چک کنم. من پسوردشو داشتم ولی هیچ وقت نیاز ندیده بودم که نگاه کنم. اونقدر بهش اعتماد داشتم. همون روز یه نوتیفیکیشن دیدم و تصمیم گرفتم ببینم چیه. چیزی که پیدا کردم کاملا تصویرم از رابطمون رو به هم ریخت. یک مردی رو پیدا کردم، اسمشو بذاریم مارک، که اصلا نمیدونستم وجود داره. پیام‌های خصوصیشون یک الگو رو نشون میداد که به نظر میرسید با دورانهای سخت رابطمون مرتبطه. چیزی که من فهمیدم، پیام ها ماه ها بود که ادامه داشت. مارک یه زمانی ابراز علاقه کرده بود و سارا بهش گفته بود که من رو داره و نگفته بود انگاری، ولی با این حال ارتباطش رو به عنوان دوست صمیمی باهاش ادامه داده بوده و بدون اینکه به من بگه انگاری. هر وقت بین ما اوضاع سختی میشد یا دعوا میکردیم و من در دسترس نبودم، سارا به نظر میرسید که برای حمایت عاطفی به مارک تکیه میکرد. دختر این شامل ساعتها چت کردن، قرار گذاشتن و قبول کردن هدیه بوده. رابطه رو بیشتر در حد دوستانه نگه داشته بود، هرچند مارک بعضی وقتا سعی کرده بود رابطه رو جلوتر ببره. وقتی بین ما همه چیز خوب بود تقریبا نادیده گرفته میشد و وقتی هم همه چیز بد میشد این یارو برمیگشته. این الگو چند بار تکرار شده بود. واضح بود وقتی احساس ناراحتی یا نادیده گرفته شدن میکرده از طرف من به اون پناه میبرده. آره دیگه حاجی، هر وقت پا میشدی باش دعوا میکردی میدیدی که دختره به پسر پیام میده، اون احساسی که از تو میخواسته جذب کنه رو از یکی دیگه جذب میکرده. Not good for you. Not good at all. من سارا رو بابت این موضوع روبرو کردمش. یعنی گفتم حاجی، نشوندمش جلوم، گفتم حاجی این داستان چیه؟ این پسر کیه؟ این مارک کیه؟ چی شده؟ گفت چیز مهمی نبوده و هیچ احساسی بهش نداشته. قول داد که دیگه تکرار نمیشه مثلا. و من تصمیم گرفتم رابطه رو تموم کنم. وات؟ چی شد یهویی؟ الان پیش از 2 ماه گذشته اون کاملا ارتباطش رو با مارک قطع کرده. حالا داره با من تماس میگیره و ازم فرصت دوباره میخواد. قلبم شکسته. سارا عشق زندگیمه و دردناکه که وقتی اون داره تلاش میکنه وقتی که اون داره تلاش میکنه دوباره وصل بشه، من مجبور باشم ازش دور بمونم. میخوام مطمئن بشم که این موضوع رو به شکلی سالم مدیریت کنم و از نظر احساسی از خودم محافظت میکنم. چه روش‌های سالمی وجود داره که کمک کنه این موضوع رو پردازش کنم و بفهمم چه رازهایی باید برای آینده مشخص بکنم در حالی که این درد احساسی رو باش کنار میام. حاجی، هم خر رو میخوای هم خورما، ولش کن دیگه. دختره یه غلطی کرده، تو نتونستی باش کنار بیای، بذارش بره. و اگر هم به نظر من، اگر میخوای مثلا توی همچین شرایطی هستین و میخواین که یک کسی رو به این حالت به خودتون برگردونین، باید خیلی یعنی قشنگ براشون یه سری خط قرمزای مشخص بکنی از قبل اینکه دوباره وارد رابطه باهاش بشی. بعد بشونیش جلوش، بهش بگی حاجی این نو داستان از این قرار نیست. یا اینکه بعد بکنی بره. شما هنوز چند سالته؟ خیلی جوونی، 27 سالته، چیزی نیست. حالا کامنت هایی که زیر پست براش گذاشته یکی
تاپ کامنتش داره میگه که دود تو 27 سالته، ازدواج نکردی، مورگیج نداری، پدرم نشدی، کانگرچولیشن، آفرین. این داستان خیلی سکسسفولی بوده که تو برداشتی به انجامش دادی، خیلی هم موفقیت آمیز بوده. داج بولت کردی، یعنی خطر از بیخ ریشت گذشته، خطر از بیخ گوشت گذشته دیگه. میگه خیلی هم به قسمت نباشه. نباید فوش بدم، نه اوپس. هیچی. بعد تازه تو این کامنت هم برداشته گفته که داستان که نکرده با اون یارو مارک دوست دختر قبلیت. نمیدونم نظر شما چیه؟ به نظر من تو کامنت ها برام بنویسید. یک کار دیگه هم که میتونی بکنی، میتونی بشینی مارک رو بیاری وسط، یا با مارک بشینه صحبت کن. خیلی کار شخمی تخیلیه، میدونم، نکنین این کاری که میگم رو نکنین، فقط برای خندش. میتونه پسره بره پشت سر دختره با مارک حرف بزنه، بگه حاجی داستان چیه، تو چرا تو رابطه شخصی من دخالت میکنی، پتروس فداکار انگشتتو کردی تو این سوراخ ما، میگه بکشی بیرون. یا هم که بیخیالش شده دیگه، با مارک، از مارک جدا شده دیگه، میگه من دیگه باهاش حرف نمیزنم، برگرد زندگی تو بکن، هر سال جوونه. داستان شماره 2. این داستان اسمش هست هدیه کریسمس من از طرف همسرم. یک میدونی فارسیش چی میشه؟ پتی ریونج. از چت جی پی تی بپرس پتی ریونج چی میشه. پتی ریونج انتقام کوچک، انتقام بچگانه، لجبازی کوچک. دقیقاً یه لجبازیه. یکی کاری باهات کرده، تو میری از سر لجبازی یه کار بدتر باهاش میکنی انگاری. این داستان یه داستان پتی ریونج برای یک همسر و یک زوجی هستش. میگه که هدیه کریسمس من از طرف همسرم در سال 2013 بلیط‌های کنسرت یک خواننده بود که واقعا عاشقش بودم، یعنی موسیقیشو خیلی دوست دارم و واقعا ازش لذت میبرم. برای همین خیلی خوشحال و قدام بودم که همسرم برام بلیط گرفته. کار خیلی مهربانانه و با فکری بوده و من هم بهش گفتم چقدر ارزششو میدونم. اون دوتا بلیطو گرفته بود. پس من خواهرم رو دعوت کردم و کل آخر هفته رو دخترونه گذروندیم. همسرم ناراحت شد که چرا اونو نبردم. میگفت این بلیط‌ها رو خریده بود که با هم بریم. خب داداش باید ازش میپرسیدی چرا؟ منم گفتم این هدیه برای من بوده و من حق دارم انتخاب کنم با کی برم. مهمتر از همه احساس میکردم او تجربه منو خراب میکنه. What the دختر این چه کار تخمیه؟ شوهرت برات بلیط خریده، پا میشی با خواهرت میری بدونی که از کسی که برات بلیط خریده بپرسی تو اوکی من با یکی دیگه برم؟ تو فکر کن من برای اشتون بلیط بگیرم، اشتون برداره داداششو ببره، جرش میدم. anyhow من فوق‌العاده طرفدار این هنرمندم و همسرم هم فوق‌العاده بدبین و منتقد. به همه چیز گیر میده، موسیقی، شعر، ظاهر، در کل همه چیزو مسخره و نقد میکنه، چون فکر میکنه بیش از حد بزرگ شده و باید سر جاش گذاشته بشه. یعنی فکر میکرده که اون یارو رو باید جاجش کرد. یه جوری بارها سر این موضوع حرف زدیم، هیچ وقت به توافق نرسیدیم. خلاصه تصمیم گرفتم با خواهرم برم، چون کسی رو میخواستم ببرم که انرژی منو داشته باشه و واقعا از کنسرت لذت ببره. همسرم گفت این فرصتی بوده که او تلاش کنه وارد دنیای من بشه و من این فرصت رو ازش گرفتم. من عذرخواهی کردم و فکر کردم موضوع تمام شده، ولی کور خوندی. این برمیگرده خارتو یه جای دیگه نمیگم، ولی آره پتی ریونج. بریم به امسال. این داستان سال 2013 اتفاق افتاده. حالا امسال خواهر و مادر حاجی 12 سال صبر کردن تا این انتقامو بگیره، مادر خراب. بریم به امسال. من برای همسرم یک بلیط بازی مهم فوتبال خریدم. من طرفدار فوتبال نیستم، آخر هفته هم نمیشینم بازی‌ها رو دنبال یا جدولا رو نگاه کنم، ولی عاشق فضای هیجان انگیز رویدادهای زنده‌ام و همیشه بازی‌های مهم مثل جام جهانی، یورو یا افکون که نمیدونم یعنی چی. افکون یعنی چی؟
نه بازیای مثل جام جهانی و اینا رو در مراحل آخر نگاه میکنم، چون عشق میکنم با اون هیجان. یعنی یارو از اینایی نیست که مثل منه دقیقاً، از هاکی چیزی نمیفهمم ولی بازی رو که نگاه میکنم هم میگن من عشق میکنم، لذت میبرم. برای بازیای مهم یا مهمون دعوت میکنیم یا میریم مهمونی و واقعا از دیدن بازی لذت میبرم. در حد داد زدن سر بازیکن‌ها انگار خودم بهترم. چی کار میکنی دریوس؟ میتونی اینجا بهتر توپو بگیری تو، ولی تو نمیتونی. مثلا خودش یارو چلاق اینجوریه ولی داد میزنه میدونی کی این کارو میکنه حاجی؟ ای گفتی اون کیه؟ اصلا ببین این آدم خودش روی چیز، مثلا ما هاکی خیلی نگاه میکنه، خودش که میره چیز میریم اسکی رو یخ، مثلا سالی یه بار میریم اسکی رو یخ تمرین میکنیم، با مغز میفته زمین ها. خوبه ها، بلده مثلا کانادایی آدم بلده، ولی با مغز میفته زمین. هر دفعه که ما هاکی نگاه نمیکنیم این خار و مادر فوشو میکشه به تمام لیفز فنا، لیفز بازیکنای لیفز، تیم هاکی تورنتو، انگاری که خودش میتونه الان بره این چوبو بگیره دستش 100 تا گل بزنه. بابا آروم با، شرایط فرق میکنه، اون پایین خیلی داستان فرق میکنه. anyhow همسرم اینو دوست داره چون براش خنده داره که چقدر درگیر میشم و میگه وقتی باش فوتبال نگاه میکنم خوشحال تره. جالب شد. من برای همسرم بلیت نیمه نهایی یورو رو گرفتم که کشورمون توش بازی داشت. به محض اینکه مشخص شد بازی انجام میشه هتلم رزرو کردم و خیلی هیجان زده بودم و داشتم به همه میگفتم و کلی ذوق داشتم، تا اینکه شوهرم گفت میخواد دوستشو ببره. What? Actually predictable. I knew it. گفتم چرا و اشاره کرد که من هم برای کنسرت کس دیگه ای رو برده بودم، پس اونم دوستشو میبره. گفتم اون فرق میکرد، تو از کنسرت لذت نمیبردی اما من از بازی لذت میبرم. خیلی هم منتظرش بودم، تازه هم عذرخواهی کرده بودم. گفت مهم نیست، بلیطای منه، بس منم تصمیم با منه، همینه که هست. و رفت با دوستش. آره با دوستش باشه رفت فوتبال. معلومه که خیلی ناراحت شدم چون عمدن رفت که تلافی کنه، در حالی که فکر میکردم این موضوع سالها پیش حل شده. مثل که نشده حاجی، اشتباه فکر میکردی. من برای فینال یک مهمونی گرفته بودم و مادرش ازم پرسید رفتم به رویداد زنده بعد از مدت‌ها چطور بود. مامان نمیدونسته یا علی. منم گفتم نرفتم چون پسرش تصمیم گرفت منو نبره. بین ما بحثی پیش اومد و در نهایت من بهش گفتم پسرش آدم کینه‌ای، بچگانه و مزخرف است و خوبجو. خوبجو چیه؟ آها. خوب جو مهمون. خوبه اینا رو ترجمه کردم. و خب جو مهمونی یکم خراب شد. آیا من آدم بدی هستم؟ آریو؟ ویرایش، یعنی این آپدیتشه. بعد از اینکه اینو گذاشته چند وقت بعدش آپدیت کرده. ممنون از نظراتتون. ظاهرا خیلی گفتن که من مقصرم. نه بابا، بعضی گفتن هر دوی ما مقصریم و تعداد کمی هم گفتن من اشتباه نکردم. بله، دارم از این حساب خارج میشم، پس دیگه پیام نمیدم و ممنونم که مشارکت کردید. ببین حاجی، یک مسئله‌ای که هست اینه که کاری که تو با همسرت کردی در سال 2013 بسیار بسیار کار تخمی تخیلی بوده. تو باید ازش میپرسیدی، اون برای تو بلیط گرفت، تو باید ازش میپرسیدی آیا اوکی مثلا من با یکی دیگه برم یا اینکه تو میخوای با من بیای یا نمیخوای با من بیای. you know. ولی کاری که اون با تو هم کرده بعد از این همه سال خیلی کار خیلی کینه‌ایه. حقیقت چه بخوای خیلی کار کینه‌ایه. من بودم، یعنی مثلا اگه اشتون با من این کارو میکرد، اول که جرش میدادم دفعه اول، دومی که مثلا یه بار دیگه این اتفاق بیفته من همچین بلای سرش نمیارم. من اون آدمی نیستم. شوهرتم خیلی آدم کینه‌ایه. به نظر من این سوالش این بود که am I the a-hole چی میشه فارسیش؟ آیا آدم بده منم تو این داستان؟ به نظر من آدم بده جفتتونین. جفتتون رونین. آبم قطعه. خب دختره شروع کرده. آره دختره از اول رید، پسرم بدتر رید روش. ولی بعد این همه سال یکم کار تخیلیه حاجی. رو دلش مونده بود. خیلی رو دلش مونده بوده. آره. من خودم دارم فکر میکنم که
دوست دخترم با من همچین کاری بکنه من واقعا عقده میشه برام. من نمیکنم، من همچین آدمی نیستم. ولی ببین من اگه بلیت بگیرم برای خودم و دوست دخترم که بریم و دوست دخترم با دوستش بره واقعا ناراحت میشه. آره منم قلبم میشکنه، خیلی قلبم میشکنه. میدونی خب اون مثلا دوست دختر تو بنا کنن که این شوهرشه، نمیتونه طلاق بگیره ازش. طلاق رو چیز نیست، رو تیبل نیست. طلاق بگیرم تا اینکه تا آخر عمرم با یکی زندگی بکنم که اینقدر نفهم باشه. این پسرم تلافیش کرده دیگه، سرش آورده بعدش. به نظر من جفتتون اسهولین. خب این تیکه آخرش میگه که اینو میخونیم و دستم میبندیم. نمیفهمم چرا بعضیا پیام خصوصی بهم میدن و به شخصیت من توهین میکنن. خب حاجی نمیدونم فکر میکنن با این کار چی به دست میارن، مثلا وقتی یک بخش کامل برای کامنت گذاری وجود داره. ها یه سری اومدن پیام شخصی تو پرایوت بهش دادن، سرتاپاشو قهوه‌ای کردن مسکه. گفتن این که خودتو اذیت کن یا حرفای مشابه واقعا بی‌مسئولیتیه. ممکنه یه آدم حساس‌تر واقعا این کارو بکنه و هیچ دلیل نداره به کسی همچین چیزی بگید. این تیکه‌شو کس و شعر گفته حاجی، پاکش کن. چی میگی دیگه؟ آمدی ناکن وقتی میای. یه چیزم بهتون بگم، وقتی که میای تو فضای عمومی پابلیک، سوشال مدیا، هر جایی میایین اطلاعات خودتون رو، مثلا یه داستانی رو تعریف میکنید، باید این چیزاش هم بدونید. مثلا منی که میام ویدیو میذارم شاید یکی پایین این ویدیو بنویسه داجی تو دختره چقدر کله کیری، چه میدونم مثلا یه چیزی بگه به من اضافه میکنه به خاطر که داری حاجی به کامنتام بیشتر اضافه میکنی. ولی در این حال وقتی توی فضای عمومی میذاری همچین چیزی یا پست پابلیکی راجع به زندگی شخصیت، این چیزا هم داره دیگه. و اینم بگم که ردیت جاییه که تو میتونی به صورت غیر بدون اسم واقعی خودت، یا مثلا اسم مستعار میسازی میای داستان، یه کسی لازم نیست بدونه. بعضی هستن که میان با اسم واقعیشون این چیزا رو تعریف میکنن. یه کامنت هم بخونیم بعد بحثو ببندیم. میگه you're the a-hole، یعنی آدم بده تویی به خاطر جوری که تو ریسپاند کردی اول بهش. اون حق با اونه. تو کنسرت نبردیش با خودت اندن برگردوندی تو روش بهش گفتی آره چون تو خیلی اخلاق تخمی بود من نمیخواستم تو رو ببرم، به من خوش نمیگذشت، دوستم بردم که به من خیلی خوش بگذره. دیگه از این زاویه که بهش نگاه میکنی کارش خیلی تخیلی بود آجی. و الان هم تو از دستش ناراحتی، عصبانی به خاطر که همون کاری که تو سرش درآوردی اون الان بلا رو سر تو درآورده. The only difference is that he didn't call you names when you did it to him. Mic drop. A wife like that, I can understand why the husband choose that they should take a friend over her. میگه اگه زنت این باشه من understand میگم، من کاملا درک میکنم چرا شوهرت تو رو نبرده یکی دیگر رو برده. خب آقا این از داستان امروز ما. خیلی متشکرم که ویدیو رو نگاه کردید. سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعدی. خدا یار و نگهدارتون باشه. بای.